شاید برای شما هم جالب باشه چند مدل قتل هست که اصلا قصاص نداره. یک، حالتی که قاتل پدر یا جد پدری مقتول باشه. ببینید چون پدر ولایت داره بر فرزند، اگر اون رو به قتل برسونه چه کسی باید درخواست قصاص بکنه؟ دوباره خودش باید درخواست قصاص برای خودش بکنه. و چون این موضوع خودکشی در اسلام وجود نداره، پس از نظر قانونی و از نظر فقهی اگر قاتل جد پدری مقتول باشه نمیشه براش درخواست قصاص کرد. دومین حالت زمانیه که مقتول محظورالدم باشه. به چه صورت؟ به این صورت که یه نفری رفته یکی رو کشته، مرتکب قتل شده. این شخص خب محظورالدمه، یعنی در صورت درخواست اولیاء دم باید به قصاص محکوم بشه. حالا پدر اون شخصی که مقتوله رفته این قاتلش رو یه جا گیر آورده زده کشته، اینجا قصاص نمیشه، اما به علت اینکه این عملی که انجام داده خلاف قوانین بوده یا حکم قاضی رو نداشته، اینجا به جرایم تعزیریش محکوم میشه، اما بحث قصاص از ذمه‌اش خارجه. سومین حالت قتل توسط یک سفیه یا یک مجنون انجام شده باشه. سفیه و مجنون رو اینجوری بهتون بگم، اگه یه بچه 5 ساله بر اثر چون مثلا یه چکش گرفته دستش زده تو سر یه نفر، اونم افتاده مرده، در این حالت شما نمیتونی اون بچه 5 ساله رو بیای قصاصش کنی، چون اون بچه عملا بالغ که سفیه حساب میشه، یعنی قوه تمایز خوب از بد رو در سن 5 سالگی نداره که این بچه 300 اونم من خدا فوت کرد. اینجا این بچه قصاص نمیشه. حالت مجنون به چه صورت؟ شخصی هست اصلا دیوانه است، عقل نداره، اون حالت ناعقلیش باعث شده که یک قتلی رو انجام بده. اینجا دوباره اون مجنون به قصاص محکوم نمیشه، گرچه عاقله اون مجنون باید دیه رو پرداخت کنه. توی صفی هم به همین صورته، عاقله باید دیه رو پرداخت کنه. حتی اگر جد پدری هم مرتکب قتل بشه باز پرداخت دیه بر ذمه‌اش هست، یا اون بحث جرایم تعزیریش جدا بررسی میشه. یه نکته‌ای هم وجود داره، اگر قاتل شخص مقتول رو در حال زنا دیده باشه و در همون لحظه و در حین این زنا اون شخص زانی رو بکشه، اونجا هم قصاص از ذمه‌اش خارجه، یعنی قصاص نمیشه. این موضوع پرونده‌ای بوده توی یکی از شهرها، شخصی پا میشه میره خونش، همسرش رو با یک نفر دیگه در حال زنا میبینه، همون لحظه یک کلنگ دستش بوده داشته از سر کارش برمیگشته، تو همون لحظه با همون حالت کلنگ رو برمیداره میزنه به شخص و اون نفر و همسرش رو در همون صحنه به قتل میرسونه. اینجا هم این شخص با توجه به اینکه زنا رو تونسته اثبات کنه، مسائل این چنینی بود، باز هم قصاص نشد. 4 تا حالتش رو گفتم، یه حالتش میمونه که شما توی کامنت ها به ما بگید.